السلام علیکم یار و دوستان محترم، هوادارای همین نوارهایی که در همین منطقه یکم شسکی مسجد میگذره این زمان قرار دارم. من در همین و از صنفکی حاجی امیر یک پیر خرد در همین شتیان کمی هم باشد. از این پیر خرد یگان نصیحت یگان پند میگیریم. کسانی که میشناسن نام بابا نامتان چیه؟ میرزا جمال. اکای میرزا جمال اگون سخن کنید برای بیننده های کانال من. درود. اولا سلامتی شما با عمر جوانه را باینتی تو میتونید اقدامون رو طلب کنید جوان گردید. پیر شدید و فرسنده شده ادایی نمیتونید ادایی را دیگر چیزی دنیا بفار نداره. منم گر جهان عزتی تر و مخور اندوه آن که چیزی نیست. مول عالم اگر برست افتد همه شب شادمان که چیزی نیست. مغرور مشوید به مال بیخبران. مال بیز میگرد و سر چو ابری گذران. دولت دنیا با کی آمد تمنا کند به کی وفا کرد با ما. نوشته جور شد در قبری بهرامی گور یا کرم به بوزی زور. گرفتید عالم و به مرزی زور ولیکن نبردید با خود بگو. زنده است نامی فرخی نوشیروان بخیر. بلچی گذشت که نوشیروان هم نمود. خیر کن فلان و اون را به کامرانی بزگران. پس بانگ برد اجل فلان و همان هم نمود. این نمکنه عدستی زلیم فلان نمود. حاج بابا همین سین سال شده دو چند کتاب شما ادا کردید خونده؟ ما پرچه قرآن الذی کنه سرشبش نمجزری آلی عرب محمدی هستن. با این پیش هم دوم دارد. اینا را کتابای دبری یروشلیم دوم کنگی هم ما همه جمع تیجی میبرد دارد. ملر کتابا های دیروی جیهون ندانه میشد بکمایی ها هم طرفتا هم میگرد تو لدی گورا حال چند در اومده حاج بابا؟ یکم اشتود ماشاءالله. یک تا همین در نمیت چه گفتم مثال خداوندو در آبریز سرچپونو خودتون مال خرش بوبلک زدگی باها کذب چوری خرشایی کن بگو که یک رحشینی محزونی گفتگی زودش تبرک بود وی پوشه پلید غلطی بود که وی بخیلگی میکرد. این میشناسم من نگفته حج نزدیک حد داره رو بود ارکان میچید کشوده هم نفسانش که فرمان دار یاد کنن نه پشته نبلودنی اوکی که نه ترکیه که میزن میچید کشتن شد حد داره که خانه دار شد. با یک شب 97 درام و خلاص اومد که یا پروردگاری که بری بسیاری من فراموش کرد بده. من حرف تاجیک میمونی که نه در این دنیا گو من یگون نه بری این دنیا و ترفون خواهی بر رو دنیا پروردگار فرستان منی شرمنده را یا رب ز درگاه نرانی کی اگر چی غرق اسیانم بلوچی خیش خانی کی. در آن ساعت که عزرائیل بسازد خست جان من در آن دم بر زبانم نامی پاکی خود برانی چی اکسلی پرد زرزن کو و من گپ زنم بود در خدا بگیم اولو بگیم اسیری دام عنکبوتی نفس شیطانم به وقتی مرگ ایمانم چنگی او را هم روشه کبیر که من خاکسترم در قفص مونر و شیطان عالی میگه نیکی گفت با ایمانم از چنگی بگیری که بندی چشم بندی شیطانش هم گفت کریم ما از کرم یا ربط جسمی پرگناه من به صحرای قیامت بکسو مستعد نمانی. خودی چپونو مالی نظم نیران با اون بلکه بیچارش در اینجا چی اور نخورد کجی کلی خدا رو خودی بود باریکتر از مو و از شمشیر براتر شو بر یک تلفت الان از سرات هم بگذرون چی بزیفته اگر پل سران میگذرون کنی آزاد از دوزخ الهی آسان اسرا سوی جنت بری و از شربتی خستر شمی دوزخ برداشتن میکنی که با دوزخ و ما بگو که به حقی حرمتت یا رب منی دل خسته محزون به پیش احمدی
مختار یاران احمدی محمدی با نامه اومد که شاگرد استاد زور بدای ما همه چیزی گفت که همه موندیا همه توجکر نمون بدیم ایشانی تجربه مستقرل در تاریخ اسلام جلد الله اکبر اونها رفتند ما آمدیم من دوستان عزیز ما کمی هم بود از همین اکو یک چند سخنها گرفتم. اگر سخنهای همین حضرت برای شما پسند باشد اگر با شما درخواست کنید با ما انشالله همین اکو را یافته از این که از این خیلی پند و نصیحت های خوبشان برای شما نوار میگیرم تا اینکه شما نیست از همین پند نصیحت های پیر مغانی کمی هم باشد بهره‌مند شوید. یک بار دیگه نامتان چی بود؟ مرزا جمال مرزا جمال. اکی مرزا جمال همین دهی امیر حاجی امیر. شما اسمی شرفتون؟ من محمد خوجا از سامونیو. های برای کی اومد کو؟ یوم چی شریفتون؟ ها خدا سلامت داره. دوستان ترمون الله روشن اکو خداوند اکور در حفظ امانش نگهدار باشه. ای باقی سربلند خانه آباد باشه.